الو الو سلام سلام گوشی دستتون الو الو سلام چطوری سلام چرا میخندی آقا الان تا 10 ثانیه دیگه ما میریم روی آنتن حواست جمع باشه مسابقه رادیو حالا اینا توضیح میدم 10 9 آقا فرمانده بشمو شما 10 9 8 7 6 5 4 3 با سلام خدمت تمام بینندگان عزیز از رادیوی رشت با شما تماس میگیریم خانم نخون از رادیوی رشت با شما تماس میگیریم با مسابقه هر شب هر جا. امشب خانم شما یاسمن مهمان برنامه ما هستن. حال شما خوبه؟ خفشین دیگه هدف نمیخواد. حال شما خوبه؟ بله منم اینطور. خب ببین مسابقه ما اینجوریه که من یه سوال میپرسم تو جواب میدی، جواب بدی یه جایزه خیلی خیلی نفیس میفرستیم در خونه. حال میکنی نه؟ باشه خیلی لوب تو بگی. خب ببین مسابقه اینه. سوال مسابقه رو کسی دیگه میپرسه. گوشی دستت نه یعنی آنتن و رادیو رو موجش عوض نکن. اگر یک آفتاب پرست دریایی در آب بیفتد چه میشد؟ چی؟ یک آفتاب پرست هوایی در آب بیفتد چه میشد؟ آفتاب پرست هوایی در آب بیفتد چی میشد؟ بله جواب سوال نوک زبانه تا قشنگ معلومه. بگو دیگه 10 9 مسعود جواب درست. آفرین اطلاع دوید بالا. حالا جایزه چی میخوای؟ ما اینجا 3 نوع جایزه داریم. شما چون به یه سوال جواب درست دادید یک عدد کاندوم با طعم توت فرنگی ولی فقط جعبه‌شه، یعنی چون حرامه دیگه تو ایران این چیزا که نمیذارن که ما جعبه‌شو برای شما میفرستیم. بله کی اونجا داره به تو حرف میزنه؟ من کمک گرفتی؟ صبر کن داره دیسکوالیفای میشه. کمک گرفتی؟ آره اون کی بود؟ اعتراف کن. بیننده ها پشت خط بمونین. تو چی کار کردی؟ اون کی بوده؟ تو چی میگی؟ اون کیه بغلت بد میرسونه؟ به تو چه؟ به تو چه؟ من تو رو تو مسابقه آوردم. ایل بابا تو که نیاوردم. شما خواست نیاری؟ میخواستم نیارم. حالا که اینجور شد سوال میکنه فقط خودت بگی. الو باشه آبا تو هم آهنگ گوش میده. راست میده. برم کجا؟ به اتاق فرمان